سلام دوستان، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو ستینگ، یعنی که مثلا مزایا و بدیهای مثلا چه چیزایی آن میذاریم، چه چیزایی آف بذاریم و بله دیگه بریم شروع کنیم. بریم. اول ببینیم سراغ ستینگ های سنس من خودش اینه، ادیت هول تایم که همه میذارن صفر، یه صفر که نداره ولی میارنش تا آخر. لوک سنسیویتی و ایم سنسیویتی من 4. چرا 4؟ چون 4 خیلی آرومه. آره میدونم خیلی آرومه، ولی یه طورایی میشه گفت خوبه. چون مثلا انیمی مثلا الان اینجاست، شما مثلا انیمی داره میره، این یه طوری میشه گفت این انیمی رو دنبال میکنه، یعنی هم آرومه هم مثلا به سرعت انیمی میره و کلا خیلی چیز سنس خوبی. یا مثلا انیمی اینجاست، انیمی مثلا رو هوا مثلا، خب خیلی مثلا سعی دارن مثلا رو هوا بتونن انمی رو بزنن. مثلا این آرومه، بهتر میتونید انمی رو باش بزنید، به خصوص مثلا با گانه مثلا تکتیر. مثلا این گانه داری رو مثلا این گانه خیلی مثلا باش بهتره، یا مثلا این، ولی این مثلا باش مثلا زدن سخته. کلا هر کی مثلا باش بتونه خوب بزنه انمیه رو رسما میکشه. مثلا این خود دمیج این یارو 44 تا، این شما بهش 2 تا تیره بزنید طرف کرک میشه. مثلا این میتونم خیلی خفن باشه، میتونید مثلا تو هدش بزنید مثلا با 3-4 تا تیر طرف میفته. و خوبی سنس 4 همینه. و بریم سراغ سنسای بیلد. خودم سنس بیلدم 1.7، سنس ادیتم 2. و اینم بقیه ستینگامه. ادوانس لوک سنسیویتیم 43 است و ایم داون سایتم هم 7 و 8. بچه ایم داون سایتم خیلی کمک میکنه به ایمتون، خیلی کمک میکنه که بیشتر روی انمی فوکس کنه ایمتون و بتونه تیر بزنه. اگرم ایمتون که خوبه که دیگه عالیه و یه براحت میتونه انمی رو بزنید. بریم سراغ ادیت خود گیم. من خودم موومنت هم تو گال اکسپیرینت هم ایتوری چیزشون. بچه به نظر من موسکی بردا، اگه با موسکی پلی میدین که هیچی، اگه با موسکی پلی نمیدین همه اینا رو بیارین تا ته آخر، نه تا ته آخر اوور، تا ته آخر ایور، یعنی کم کم کنید. جوری که من امتحان کردم و دیدم خیلی ها میگن که این باعث میشه دیلی بخوره چیزتون، کلا رو گیم تو دیلی ایجاد کنه. و من این رو صرف کردم و واقعا یه تاثیراتی هم حس کردم و واقعا خیلی چیز خوبیه. و دیگه بریم سراغ ستینگ های دیگه، یا مثلا ستینگ بچه اینا همیشه بذاره استات دوم. این کلا نمیدونم انگار یه چیز جدیده، انگار یه ستینگ جدید اضافهش کرده که زیاد هنوز ازش اطلاعی ندارم. تمام توضیحات دادم تو این بخش. بریم بخش اینجا، این رتیکل آن. بچه به نظر من اینو بذاری هیت اند آیکون. میشه این نظر تو بکنی تو البته نمیدونم چون مثلا هیت اند آیکون حالا اینجا آدمی کسی نیست مثلا بزنمش، ولی مثلا شما یه دونه آدم داشته باشید، آدمه رو بزنید روش مثلا آیکونش شیلد میاد و اینا، و مثلا آیکون شیلد میاد، یا مثلا به مثلا ماشین دمیج میدین کنارش یه علامت فرمون میاد.
یا مثلا وقتی انمی رو هید میزنه کنارش علامت تعجب میاد و این مثلا یه وقت مثلا شک داری مثلا این کلا چیز خوبیه. اینا هم کوش اینم دمج نامبر چیزشه. اینم عدده رو گنده تر میکنی، مثلا بتونی مثلا بهتر ببینید و اینا. اینم چیه؟ اینم دمج نامبر رو بذاری لیست، چون مثلا لیست نذارید اون که گزینه بذارید وقتی مثلا به انمی تیر میزنید چی میشه؟ وقتی به انمی تیر میزنید دمجا رو جمع میکنه. مثلا 44 تا 44 تا بزنید مثلا میگه 44 84 88. ولی مثلا اگه مثلا روی لیست بذارید میذاره مثلا همون 44 44 44 44. ولی اینم خوبیش همینه. البته من خودم روی لیست میذارم چون مثلا زیاد نمیدونم با اون گزینه حال نکردم اونجا، نمیدونم چرا. بریم سراغ گزینه های دیگه. دیگه بچه من خودم این اوتو کانفریم ادیت رو میزنم روی نون. نانی؟ お前はもう死んでいる。نمیدونم چرا ولی حس میکنم راحت ترم با کانفریم کردن، چون مثلا من یه سبک پلی دارم، مثلا البته این نظر منو، یه سبک پلی دارم که مثلا اگه مثلا اینو بزنم روی ادیت مثلا طرف اینجاست، مثلا یار مثلا انمیه بیادم که مثلا همینش مثلا ادیت اشتباه بزنی کانفریم میکنه و نمیدونم. بذارید مثلا من یه مثال براتون بزنم، مثلا اینجا باشه، مثلا یه پلن اینجا باشه، مثلا انمی شما اینجاست، اینجا انمی شما اینجاست و خطتون رو داره و شما اینجا میخواین اینو ادیت کنید، سری بزنیدش. ولی مثلا من به این ادیت عادت دارم. چرا؟ چون مثلا چی میشه، مثلا اینو بذاریم مثلا در این حالت این اتفاق میفته، ناکن چی میشه و فقط البته چون من چیزم آردور و نگهداری ادیتو نگه میداره، ولی مثلا من آردور ول میکنم کانفریم نمیزنم خودش انجام میده، ولی مثلا واسه ریست کردم باید حتما آردی کو بزنم بعد کانفریم کنم و به نظر من این چیز خیلی بهتری. والا نمیدونم چون خیلی ها دارن روی همین ستین کار میکنن و برم اینو اوکیش کنم و اینو حتما بچه آن کنید، کل اینا آن باشه. توربو بیلدینگ ادیتتون رو سریعتر میکنه و به بیلد کردن ادامه میده. اونجا زده continue to build to selected piece، به بیلد کردن ادامه میده و کلا سریعتر میکنه بیلدتون رو. و به ریست بیلد چویس و اینا همشون رو آن کنید. بریم موسکیبارم که گفتم بهتون دیلیتون رو کمتر میکنه. نمیدونم البته اینو یه از یوتیوبرها گفت، خودم رفتم اینو از یوتیوبرها دیدم. اوتوران و اینا رو هم آن کنید، بیل ایمیدیتلی رو هم آن کنید. من خودم بچه ویبره رو آف میکنم چون ویبره به نظر من چیزه، ویبره به نظر من تو دسته میبینین. و بچه حتما اگر با دسته این ویبره رو آف کنید، چون اگر البته تو شارژ، اگر بیشتر با دستتون تو شارژ بازی میکنید ویبر رو آف کنید، چون اگه مثلا دستتون تو شارژ باشه و ویبر آن باشه و مثلا دستتون ویبره بشه و اینا خیلی برای دستتون ضرر داره. و دد زون و اینا هم من خودم ستینگم اینه، این 21 این 20 بود و بله باشه من ستینگم اینه و صدا نه این موزیک چه موزیک شد میگی؟ و اینم از این و اینم ستینگ خودمه و بچه آره دیگه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، امیدوارم این ویدیو براتون مناسب بوده، کمکی کرده باشه به سطح پلیتون.
و ستینگتون. امیدوارم از این ویدیو خوشتون باشه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. Fireflies, a million little pieces.